سلام به بچه ها رفتایم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم با سری از اخبار جدید رپ فارسی که از اومدن ایران تتلو بگیر تا فیت ام جی تتلو که قراره داخل همین هفته منتشر بشه. قبل اینکه بریم این ویدیو رو ببینیم یادتون نره چنل یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. بچه ها اولین خبر رو با اومدن ایران تتلو شروع میکنم. تتلو رو همونجوری که خودتون میدونید کلا تو فاز اینه که بیاد ایران و آخرم نمیاد دیگه کلا. ولی خب همیشه این موقعی نمیدونم قهر میکنه، حالش بد میشه، میگه میخوام بیام ایران، هوادارا بیان فرودگاه امام منتظر من باشن تا بیام منو اسکورت کنن تا در خونه که دفعه مشکلی واسه من پیش نیاد و منو نگیرن. حالا دیشب تتلو برداشت دورم این حرکت رو زده، یه توییت که قراره بیام ایران، قراره پاسپورتمو بگیرم چون پاسپورت ندارم نمیتونم بیام ایران. و تتلو این پست رو داخل یوتیوبش زد، نوشت هوادارا آماده باشن، من فردا شب میام تهران فرودگاه امام خمینی. ساعت و شماره پروازم اعلام میکنم، بیایید من رو تا دم خونه اسکورت کنید. من هیچکی رو دیگه ندارم و به هیچکی هم اعتماد ندارم. اینه که نوشت. خب تتلیتی‌ها واقعا باورش نمیشه که قراره بیان ایران، یعنی تتلو بیاد ایران. یعنی رفته بودن واقعا دم فرودگاه ما، مثلا فیلم عکس گرفته بودن بعضی از تتلیتی‌ها و یه سری خوب هوادارا رفته بودن اونجا. ولی تتلو برگشت گفت که من بیام ایران منو اعدام میکنن و فلان. دوباره یه توییت بعدش زد که این توییت واسه حدوداً 5 ساعت پیشه که نوشته از اونجا که پاسپورت من چند سال تمدید نکردن. یعنی اون توییتشو یه روز قبل زد، بعدش اومد گفت که من نمیتونم بیام. یه قرار با هوادارش گذاشت دم سفارت فکر کنم واسه اینکه بتونه پاسپورتشو بگیره و یه قرار گذاشت گفت که فلان تایم بیاد دم سفارت، بچهای تتلیتی داخل ترکیه هستن بیاید اونجا که تاریخ پرواز من اعلام بکنم. اصلا از اونجا که پاسپورت منو چندین سال تمدید نکردم، بنده پاسپورت ندارم برای ایران اومدم، برم فردا برای خروج بگیرم از سفارت. پس تتلیتیایی که میخوام منو ببینن فردا دم سفارت میتونن ببینن و بعدش هم که بلیط گرفتم ساعت دقیقه پرواز و ساعت دقیقه رسیدمونو میگم. بازم تتلیتیایی که منو میخوان ببینن میتونن بیان فرودگاه امام. فردا برگه خروجمو گرفتم، خبر بقیه‌شو میگم بهتون و از اتفاقات فردا پست استوری میذارم که خودتون ببینین مسئولین سفارت به ارباب رجوع احترام میذارن یا نه. ما که همیشه هر جا رفتیم احترام همه رو سعی کردیم حفظ کنیم، فردا هم قطعا همینطوره تا زمانی که با احترام با اون برخورد بشه. هرگز بی‌احترامی نمی‌کنیم. از هوادارا هم خواهش می‌کنم هم تو فرودگاه ما هم دم سفارت اگه خواستن بیان منو ببینن با نظم و سکوت و لبخند و ادب بیان که آبرومون نره، نگن هواداراش فیلم بیسارن. نظمو به هم ریختن، چون قصد ما هم به هم زدن نظم نیست، هدف دیدن هواداراست و همین بس. تتلو بعد اینکه توییت زد اومد یه توییت دیگه زد و گفت که من نمیتونم بیام ایران چون اگه بیام ایران اعدام میکنم فلان. دقیقاً کاریه که مثل همیشه انجام میده. یعنی فکر کنم تتلو حدود 200 300 بار که میخواد بیاد ایران هنوز نتونسته بیاد. یعنی یه روز پا میشه میگه میخوام بیام، فردا کنسلش میکنه، تمام میشه میره. اما بریم سراغ خبر بعدی. فیت تتلو ام جی که حسن بابا یه استوری امروز گذاشته بود، من داخل پیجش دیدم که استوریش الان با هم ببینیم. مؤدب باشی هستی ولی من میکنمش بیا که استوریش با هم دیدیم. ظاهرا یکی از ترک احتمال میره دیسترک باشه، خیلی احتمال زیاده که دیسترک باشه، به احتمال زیاد من خودم احتمال میدم که دیسترکه و اینکه با ام جی هست. احتمال 99% دیسترک نسته چاره که بهشون حالا توینینا کردن و یه سری حالا مشکلات پیش اومده بود که مثلا هیپالیوس اون موقع برگشت گفت که تتلو به تتلو توین کرد که خودش هم فراری شده بود یکی از روستای ظاهرا مازندران که اونو گازپوری اعتراف کرده بود داخل یکی از دیسترکاش. و اما بریم بعضی از پشت صحنه‌های موزیک ویدیو حالا قراره بیاد از گازپوری ببینیم داخل آلبوم فیله، بعضیش هم که داخل آهنگ واویلای پوریه. بریم ببینیم دیگه. بعضی از پشت صحنه‌ها رو واسهتون درست کردم که بریم با هم دیگه ببینیم. نشاطی بقیه رو تو همه یا پلاک قریبن یا بچه محلن میزنم سوسنا رو پاچونی مزه مزار نمیگیره در دوالا بلی کن هرچی که داری بسم الله خدا بیامرز هایده مرسی و شوهه فرو حلیلا تنو تیمی بیرونیم نمیبیننم تکی رب تو موزه دفاعه ما تو موزه اتکیم با ایلا که با کارا نه تحب و نه طبی ولی آکی تو راه با دوتا داف مطبی.
بچه‌ها هم از موزیک ویدیوهایی که گاتپوری پست کرده بود، یه پست گذاشته بود 10 تا اسلاید بود که و خبر داده بود که قرار داخل آلبوم فیل دیسترک بیاد. دیسترک از آهنگای باحال داره، فیت با شایعه داره و یکی از چیزایی هم که دیدید پشت صحنه یکی از موزیکا بود که با موتور ظاهرا گرفته بودن. مثلا یه مدت با زانتیا داشت فیلم برداری میکرد، واسه ویدیوش تز ویدیوش استفاده میکرد، داخل این با موتور 125. بریم واسه خبر بعدی، این که آلبوم پسر مریم از خلسو جی جی به زودی منتشر میشه. یه فیت هم با جی جی داره که داخل این هفته یا هفته بعدی ظاهرا قراره بیاد بیرون. آلبوم پسر مریم خلسه یه طوری مثل 78 تتلو ظاهرا، چون یهویی نمیاد. یعنی این خودش مثلا طی روزایی که طی ماها طی سالا میاد، یعنی اینجوری نیست که یهویی بخواد بیاد، همینجوری تک ترک میاد بیرون و مثلا مثل آماده باش و بچه تخس لیتو اینجوری نیست که یهویی بیاد بیرون. نه، قراره مثلا فکر کنم حدودا هر ماه یه ترک بده یا داخل یک ماه 2 تا ترک بده که این آلبومو ببنده، که یکی از فیتای جدیدش هم با جی جیه. اما از اونجا که پوتک برمیگشت میگفت که زنم بیمارستانه نمیتونم ویدیو بدم، خب خیلی رسانه‌های رپی برگشتن گفتن داداش چرا میخوای ویدیو بدی؟ حال زنت مهمتره، چرا میخوای بیای ویدیو بدی؟ و بعد از اینکه حالا این خبرها حاشیه‌ای ایجاد شد، حالا چنل‌های رپی پریدن به هم و پریدن به پوتک که چرا میخوای بیای ویدیو بدی، از این ور پوتک فرداش اعلام کرد که یه پست گذاشت داخل اینستاگرام که دارید دو صفحه میبینید. این پست پوتکه که عکس بچه‌ش ریچ هست که به معنای پولدار میشه، به معنای پولدار، ثروتمند. بریم این سری از کامنت‌های رپرها که زیر پست پوتک گذاشته بودن رو با هم ببینیم. یانگ سادنه که میبینید اینجا کامنت گذاشته واسه پوتک. از این ور سوال که یکی از خب تقریبا یه زمانی ادیتورش یا طراح کاورش بوده سوال، و اینجا ریچ عرب چرسی کامنت گذاشته و میبینید که محمد رضا شایع کامنت گذاشته و در جوابش پوتک نوشته که داداش مرسی. و اینجا هم کچیبیت که میبینی کامنت های رندومی گذاشته همجوری گذاشته دیگه، یعنی فکرم 3 تا کامنت پشت سر هم گذاشته و خیلی رپرایی که داخل کامنت ها به دلیل اینکه لایک نبود نیومدن بالا دیده نشدن. واقعا تبریک میگیم دیگه ما هم که بچه پوتک به دنیا اومده، یعنی یهویی غافلگیرانه بود. فکر کنم روز قبلش پوتکو به خاطر بیماری زنم بستری شده و یهویی فرداش این بچه پوتک به دنیا آمده با اینکه پست اینستاگرامیش رو منتشر کرد. یعنی همین پستی که الان رو صفحه می‌بینید اینو منتشر کرد و گفت که بچه‌م اومده به دنیا آمده و به جای اذان داخل گوشش امینم پلی کردم تا در آینده رپر انگلیسی موفقی بشه. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودی. یادتون نره کانال یوتیوب حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. دمتون گرم دیگه، زودتر ساب کنید به 1000 تا برسیم. دوستتون دارم، به امید دیدار.